سلام بچه‌ها، امروز تعداد خبرهای جنجالی خیلی زیاده. از صحبت‌های یاسمن که میگه جاوید واسه پول همه کاری کرد و فروشگاهشون هم فیکه، تا اینکه میگه من دوست پسرم نماینده بوده و حسود نیستم. از اون طرف وحید میگه که جاوید پشت سر همه پسرا حرف زده بود ولی ما به روش نیاوردیم و چهره اصل رو هم مسخره میکنه. و در ادامه میگه که یلدا از ترس حذف شدن خودش با مهیار کاپل شد و گول زدنی در کار نبود. و یاسمن که میگه من همزاد دارم و اون نمیذاره که با پسری کاپل بشم. و کلی خبر دیگه که همه رو بهتون میگم. فقط لایک و ساب ویدیو یادت نره که 5 ثانیه هم وقتتون نمیگیره ولی باعث میشه ویدیوی فردا رو اولین نفر ببینید. دمتون گرم. کیمیا میگه که من فقط با احسان صحبت کردم و از کی تا حالا صحبت کردن شده لاس زدن که بهم دارین هیت میدین. نمیتونم نمیفهمم مثلا که من میشینم با دوستام شوخی میکنم که دختر چه پسر، حالا یا راجع به یه مشکلی صحبت میکنیم که حل بشه لاس زدن حساب میشه. من تو دنیای واقعی هم همینجوریم، چه با دختر چه با پسر. این اصلا لاس زدن نیست. من نمیدونم بعضی ذهنشون چرا اینجوریه ولی امیدوارم که درست بشه. واقعا به نظر من بعضی از هیتا بی سر و ته اصلا من نمیفهمم. توی فیلمو داریم با هم زندگی میکنیم و همه با هم دوستیم. خیلی عادیه که یه بحثی پیش بیاد ما بخوایم حلش کنیم، دو تا جنس مخالف، حالا چه موافق چه مخالف، چه بخوایم حلش بکنیم. چون داریم با هم زندگی میکنیم، خیلی چیز عادیه. اصلا لاس زدن حساب نمیشه. وحید میگه که یلدا به خاطر هضم نشدن خودش با مهیار اوکی شد و کسی گولش نزد که الان داره مظلوم نمایی میکنه. یلدا از ترس اینکه هضم نشه به مهیار چسبید. بازی نخورد. خودشون بازی رو در آورده بودن، حالا رو دست خورد. از طرف مقابلش رو دست خورد بعدش. وگرنه این بازی بود که جفتشون رفته بودن توش و ماها متوجه این بازی شدیم. وگرنه اینکه ببینید وقتی یه نفر یلدا برای اینکه هضم نشه گریه میکنه، پس یعنی موندنش اونجا براش خیلی مهمه. و پس اون آدم میتونه، اون شخص با تمام احترامی که براش قائلم میتونه برای موندنش خیلی کار کنه، چشش رو خیلی چیزا ببنده. یاسمن میگه که من اصلا حسود نیستم و حتی دوست پسر قبلیم نماینده بوده. یاسمن چرا میگم خیلی حسودی؟ بچا این کلمه حسود چیزی که از شامان شو از دوستای خط دهندش در اومده. من چون حقایقو میگم، حقایق متأسفانه چیزی که به مزاج خیلی خوش نمیاد، چون نمیتونن کلمه دیگه روش بیارن، میگن این کلمه رو استفاده میکنن. مگه والا پسر اونجا خاص بیارن. بچا من اطلاع بگم، من دوست پسر قبلیم نماینده مجلس بوده، یعنی در همین حد بگم دوست پسر قبلی من نماینده مجلس کشور بوده. وحید میگه که معین منو بی‌دلیل آنفالو کرد و منم خودشو دوست دخترشو بلاک کردم. یعنی از معین بگو. بچه‌ها من از معین نمیتونم چیزی بگم به خاطر که معین اینجا چند روز با هم بودیم، کنار هم بودیم، خیلی خوش گذشت. حالا به هر دلیلی ایشون منو آنفالو کرد، منم خودش دوست دخترش. دیگه هر کی زندگی خودش میدونه میخواد چیکار کنه. خیلی ناراحتم از این قضیه ولی خب اتفاقی که افتاده ببینیم خدا در آینده چی میخواد. ولی فعلا من البته اینم بهتون بگم من برای معین یه مسیج نوشتم ولی انقدر اصلا خورد شد دیگه منتظر جوابش نشدم. همونجا تو واتساپ بلاکش. بچه‌ها میگم یاسمن میگه که همزاد داره و اون نمیذاره که با پسری بخواد اوکی بشه و اذیتش میکنه و یه جورایی حتی جرئت نمیکنه توی استوریاش مستقیم بیانشونه که خیلی عجیبه. خودم تعریف کنم از بچگی خودم. من وقتی بچه بودم یه خورده زیادی گریه می‌کردم، شب مثلا که بعد یکی از اقوام به مامانم گفتش که مثلا فاینا نباید بگم. به خدا مامانم بابا پشت. اینو خیلی سربسته تعریف می‌کنم. و من رفتم که دوستا و اون گفتش که چجوری بگم سربسته که مثلا شاید یاسمن دیگه هم داره، خب ولی این یاسمنه با این یاسمنه کاری نداره، اذیتش نمی‌کنه. بعد یه سری چیزا شد و اینا بعد جمع شد. نمیدونم فهمیدید یا نه ولی امیدوارم کسی قلب بفهم. توی بزرگسالی و اینا یعنی همین 2-3 سال پیشم یک سری از مسائل دیگه پیش اومد که دوباره باعث شد که من یک چکاپی انجام بدم، یه چکی انجام بدم و نمیدونم به نظر شما اینجور چیزا واقعی؟ من چون خودم اعتقاد ندارم ولی اینقدر مثلا بهم میگن، یعنی یه سری انقدر بهم یه سری چیزا گفتن دیگه خودم دیگه نمیدونم آیا واقعا باید باور بکنم نکنم، واقعیه چرت راسته. اصلا دوست دارم نظر شما رو بدونم. درسته که هیچ شاید نفهمیده باشید ولی کسی که فهمیده دوست دارم نظرشو بدونم. اضافه کنم این مسائلی که مثلا از این سنی به بعد که مثلا بزرگ شده بودم و اینا پیش اومده بود فقط واسه من نبود، یعنی زمانایی میشد که مثلا یک آقایی، یک مردی، یک جنس مذکری مثلا تو زندگیم بود و اصلا با خانوما اینا مثلا من هیچ مشکل، دوست دختر اینا اصلا اوکی بود، ولی این استوری رو پاک میکنم. وحید میگه که جاوید پشت سر همه ما حرف زده و در مورد اصلا میگه که انقدر عمل نمی‌کردی اون موقع قیافتو نشون میدادی و یا عکس 10 سال پیش تو نشون بده. هم بودی به قرآن ما به جاوید گفتیم جاوید تو رو خدا با ما استوری نذار. آقا من دارم راستشو بهتون میگم، گفتیم استوری نذار، مردم میگیرن رو ما، چون داداش خیلی کارهای بدی کردی تو ویلا. احسان ناراحت بود، آقا این چه کاری اسیرجی قطرا شیفته بود جاوید تو چرا پشت ما حرف زدی؟ آقا ولی ما بیرون ویلا تو رفاقت پسرونمون به طرف احترام میذاریم، اونو نمیکنم دیگه. دو تا که من عکس 10 سال پیشم نشون میدم تو سوئد، ایشون عکس 10 سال پیشش نشون میدم قیافش شکلی بابا بس با این عمل تو چی داری اصلا خانم بابا ول کن. الان میگم چرا تو هر خوشیگاری تو لایو یاسمن میگه که جاوید به خاطر پول همه کاری کرد و اون چرم فروشی هم که نشون میده به هم اطلاع دادن که فیکه و مال خودشون نیست. حالا مگه جاوید پولدار بود؟ حالا واقعا از نوادشون استوری گذاشته بود. بعد یه سری بهم گفتن حتی همون مغازه‌ای که چرم فروشی و اینا هست واسه خودشون نیست. من به این کار نمی‌کنم. ولی مثلا کفش فیک لویی ویتون می‌پوشید، ولی من چش ما وایسنه ببین من کفشم $100,000 یا مثلا چی می‌کردم؟ من اصلا به پولایی که اینجا هست احتیاج ندارم. من همین الان چمدونم $100,000.
تو توی عمرت $1000 با هم ندیدی، بعد شما بدون $100,000 والا به خاطر اینکه یه هفته اونجا بیشتر بمونی شرف تو همه گذاشتی میدادی بره به خاطر $500 بیشتر هفته ای. این آدم برای اینکه توی ویلا بمونه، برای اینکه یه پولی دستش بیاد، همه کار کرد، همه کار. فردین میگه که توی اینستاگرام کلی گزارش علیه هم پخش شده که من زن ستیزم. بچه‌ها دارم میرم آخرین تلاش‌ها رو برای پیجم انجام بدم. یه چند روز پیش پیام برام اومد، همینجوری ردش کردم. تا نگو پیام حالا اون گزارش اینستاگرام بوده، حدود 200 تا گزارش برای من ثبت شده، گزارش زن ستیزی. داریم میریم ببینیم چی میشه دیگه، اگه شد که شد، نشدم فکر کنم از این خدافظی کنم. پیج من با یه پیج خاموش فرقی نداره و ولی خب من میدونم از کجا هست، کجا نیست، اشکالی هم نداره و حالا آدم پاش که پیش میذاره باید فکر کنم چیزش باشه. ولی خب من از اون چیزی که عقیده‌ام عقب نمیرم. ولی یه فصل اولم میگه که از زهرا چرا جدا شده و کات کردن. بچه زهرا ما در موردش رو صحبت کنم. ببینید ما تو رابطه بودیم یا هیچ چیزی هم فکر نبود. و وقتی که من اومدم اونتاریو، خب زهرا استانبول بود. منم پسرم، اونم دختر، ما یه سری چیزا نباید ببینیم از پارتنرامون. و مثلا ندیدیم چیزی ما، یعنی هیچ چیز بدی هم نبود ببینیم. ولی این دوری ها، یعنی این حرفای خانواده خیلی مهمه. اوکی. و ما تصمیم گرفتیم به خاطر یه برنامه روی خانوادهمون پا نذاریم. درسته؟ بهتر نبود این تصمیم؟ مهیار میگه که توی قسمت‌های جلوتر می‌بینید که دخترای فصل دومم مثل موریانه به غذاها حمله میکنن و میگه که بچه‌های فصل 3 با خودتون تجهیزات بیارید. با خودتون اون آرام بخش ببرید. اینو جدی دارم میگم. اون آرام بخش من نمیدونستم، نبرده بودم، ولی مثلا مثال دارم آیدا پویان با خودش آورده بود. ببین اون اون میدونست که ممکنه چه خبر باشه، چون ممکنه تحت تنشن عصبی و حمله عصبی قرار بگیرید. بهتون شکلات ببرید اگر که شکلات دوست دارید. اونایی که سیگاری هستن با خودشون واقعا سیگار ببرن، چون قراره تا اونجا بگذرونید دیگه. یکی دو تا بوکس سیگار با خودتون ببرید. متا میشه زد، متا اونجا بودن کسایی که میذارن دیگه، اسم می‌دادن که اونجا بیشتر بمونن. اینو میخوام بهتون بگم. اونجا غذای اصلی ما که برامون میبردن خب غذای ترکی بود که بعد از ساعت 6 تا 7 بین 6 تا 7 برامون غذا رو میبردن و ما بقیش چه صبحونه چه نهاری که مثلا ظهر قرار بود بخوریم، چه شام آخر شب ما خودمون باید درست می‌کردیم. ما خودمون باید چی درست می‌کردیم؟ من براتون گفتم روزهای اول در کل بهتون خیلی خوش می‌گذره. نوشابه براتون به اندازه میارن، مرغ براتون فیله مرغ میارن، پیتزا یخ زده میارن که می‌ذارید توی مشروبه درست می‌کنید، چه می‌دونم سوجوک یا سوسیس ترکی براتون میارن، کالباس میارن، پنیر پیتزا میارن، تخم مرغ میارن، رب گوجه میارن. اما رفته میوه، مثلا میوه براتون موز میارن، اگر چیز دیگه بخواید خودتون پول پنیر و شیر و قهوه براتون میارن. اما رفته هر چیزی که داره میره جلوتر اونها خیلی باهوشن، رفته اونها رو کم میکنن. مثلا روزهای اول براتون 4 تا نوشابه خانواده میارن، اما هرچی میرید جلوتر تعداد این نوشابه کمتر میشه و یه وقتی اون اصلا نوشابه ندارید، یه وقتی میبینید یه دونه نوشابه خانواده است. حالا شما فکر کنید مثلا یه شخصی اون نوشابه خانواده رو ببره قایم کنه و شما یه آدمی باشید که غذا از گلو پایین میاد میاد میبینید نوشابه سوچ دیگه که واسه قایم کرده. خب بعد اونجا از بس که املت و سوسیس و خمر و چیزا میخورید قیافتون میشه شبیه تخم مرغ سوسیس. شما یه غذا درست میکنید یهو به خودت میاد میبینی انگار موریانه زده به غذا، اصلا هیچ چیزی نیست. یعنی تو به خودت میاد میبینی گوشه میمونی. سر همین یهو این تصویرایی هست که مثلا شما دارید میبینید از بچهای سیزن فصل 1 که حمله کردن دارن غذا میخورن، میگن مقایسه کنید دخترای فصل 1 با دخترای فصل 2 اینا چقدر با کلاس خوبن. اونجا اونا فیلماشون یه آخرگاهی بود، اینا فیلماشون اوایل قبل کلاسن. از یه جایی به بعد یه دفعه یه جوری میشه که ظرف غذا میاد اینجا یهو موریانه میزنه بهش، یعنی انگار بعد دوستان این ویلا یه طبقه همکف داره، یه طبقه اول داره، یه طبقه دوم که اتاق دختر طبقه اول هست یعنی روی همکف، و اتاق پسر یه طبقه بالای اتاق دختر هست و اتاق مجری هم حالا چه پرستو ساری باشه چه شخص دیگه توی کنار اتاق پسر است. اتاق پسر یه همون دست یه ببخشید میگم همون دست یه دستشویی کنارشه که یه آینه داره. حالا شما چه بخواید مسواک بزنید، چه طرف بخواد دستشویی کنه، چه طرف بخواد جیش کنه، چه طرف بخواد خودش رو نگاه کنه، چه بخواد خطریش بندازه، چه چیز آینه‌ای موجود نیست. همه آدم تو آینه سرویس پیدا و گاهی وقتا جنگ میشه، دعوا میشه سر این که مثلا 30 ثانیه که بیشتر سرویس پیدا مونده. خب مرسی که ویدیو رو دیدین، لایک و ساب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی فعلا.